چطور پیشگویی هم شده بود، نیوکاسل نوبای شده عربیان بازار زمستانی را با پرگی تگرو خواهد کرد، ولی چطور میبینیم تا به حال تنها کریس وود از بیارن آورده شد و کیران تریپیر از اتلتیکو مادرید. دوستان عزیز درود، این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است که با منظور نمودن سخنها دیگر باره از سوداکاری های فوتبالی میگوید. هرچند که ما پیوسته از بزرگ شدن‌های سنی سالی مسی و رونالدو و از بازگشت دیگر باره دانی الویس هم مثال می‌آوریم، اگر در مورد سنی سالی رکوردی فوتبال بازان حرف زنیم سخت اشتباه می‌کنیم، زیرا باز در سیاره سبز فوتبال بازانی هستند که پنجمین 10 ساله را در میدان عبور نموده و تا به حال در خصوص ختم مسند ورزشی فکرم نمی‌کنند. این نفر البته کاتزیوسی میوره ژاپنی است که باز شرطنامه نوی کره فوتبالی دسترس کرد. 37مین موسم مسند ورزشی خود را سابق حمله‌ور منتخب ژاپن کاتزیوسی میوره 54 ساله در تیم برادری خویش می‌گذراند. کاتزیوسی میوره با همین موسم فوتبالی سال 2022 را در لیگ چهارم ژاپن پس سر خواهد کرد. فوتبالبازی بزرگسال ژاپنی از تیم یوکوهاما و باشگاه سوزوکا پوینت گترز گزارش کرد، اطلاع می‌دهد ریترز. تیم نوی بزرگسال‌ترین فوتبالبازی سیاره سوزوکورا باشد، برادر کلانی کاتزیوسی یاتوسی میوره تمدید می‌دهد. سوزوکا با همین 15مین تیم فوتبالی میوره می‌گردد. مسند ورزشی خود را میوره در سانتوس برزیلی سال 1986 آغاز نموده، پس از چندین موسم در باشگاه‌های دیگری برزیلی به ژاپن برگشت، جایی که 4 سال پس هم قهرمان کشور گردید. بعداً میوره در صف جنوا، دیناموی زاگرب، سیدنی و 3 باشگاه دیگری ژاپنی برآمد کرده است. سنه 6 مارس سال 2017 در بازی دیویزیون دوم چمپیونات ژاپن با تیم واکرن ناگاساکی، میوره که آن وقت 50 سال و 7 روز داشت، دستاورد انگلیسی دستان استنلی متیوز را شکست نمود، زمانی که بزرگسال‌ترین بازیگر فعلی را در تاریخ فوتبال کسبی به نامش اختصاص داد. 6 روز پس از همین دستاورد خویش، میوره بزرگسال‌ترین بازیگر در تاریخ گردید که در سطح کسبی گل به ثمر رسانید. در مورد تغییرات کادری مربیگی اگر حرف زنیم، در کراسنودار دانیل فرگ آرمانی را آوردند و همزمان اورتون انگلیسی هم مربیش را از کار پیش کرد. قرار قطعی از کار آزاد نمودن بینیتس روز شنبه برآورده شد، زمانی که اورتون از دسته اخیری پرمیر لیگ انگلیا باخت و خودی رفع باشد تبسم میکرد و دستان از عرق پاک مینمود. اورتون خود وضعی نهایت بد دارد، دست از قسمت کبود لیورپول با عذاب خالگیری میکند و الکی به زینه 15 فرآمده است. اشتباه دیگر وقتی افتیش از نورویچ است، دسته‌ای که عین حال تا آغاز دور 22 پرمیر لیگ انگلیا زینه اخیر دارد. پس از چنین حال رهبریت اورتون را عمل کنی ضرور آمد، نتیجه خود راندن رافائل بینیتس شد، الکی رسما. یگانه واسطه برای نیکبینی این است اورتون در احتیاط 3 بازی دیگر دارد بر ضد نیوکاسل، بیورلی و لستر، اما معلوم است که گرفتن خال حتی بر مقابل دستای پسین هم مشکل خواهد بود. ماه اکتبر را اورتون در زینه براحتی 5م استقبال گرفته بود، ولی بعداً سلسله مرگباری باخت‌ها آغاز شدند. 13 بازی، 1 پیروزی، 3 مساوی، 9 باخت و تناسب گل‌های 12-27. در این دوران پرمیر لیگ انگلیا تیم بدترین چون اورتون دیگر نبود. بله، حتی واتفورد و نیوکاسل هم بهترند، اما کار اینجا در آمار هم نیست. بینیتس با یکی از پیشوایان دسته لیوکادین جنجالی شده بود. این نفر اسیستنت بهترین موسم قبلی است و او را به استون ویلا به نزد جرارد فروختند. از این پس کار چی طور پیش می رود؟ باز بینیتس از باشگاه رهبر خدمات طبی دنی داناچی که اینجا از سال 2001 کار میکرد بیرون نمود. داناچی نزد بازیگران معروف بود، اما رفع آدمان خود را یافته بر سر دنی کل جراحات این موسم را بار کرد. شهر زیبای ونیتسیا باشد برای پرقوت کنی دسته فوتبالی خود در سری آ پس از آوردن کوزانس از باواریا، این نوبت لوئیش نانی را گرم و صمیمی استقبال گرفت. نیمه‌ایگر پرتغالی لوئیش نانی پس از ونیتسیا پیوست و در این باره سامانه رسمی باشگاه ایتالیایی خبر داده بود. شرطنامه با این نفر بزرگسال پرتغالی تا تابستان سال 23 در نظر داشته شده است. این پرتغالی 35 ساله الکی پیشتر در ایتالیا بازی کرده و
این هم برآمدش در صف لاتزیو بود. در موسم سالهای 2017-2018 نانی 25 بازی در صف تیم ریمی در کل سبقت‌ها گذرانیده 3 گل و 3 پرتافت گل‌آور هم با آمار گرفته است. باشگاه اخیری فوتبال بازی پرتغالی باشد ارلند از MLS بوده. آنجا نانی در 88 بازی‌ها 31 گل زده و 25 مرتبه پرتافت‌های نتیجه بخش ارسال هم دسته‌ها نموده است. در مورد سر و صداها و گفت و شنیدهای فوتبالی اگر گپ را ادامه دهیم باز هم میتوان از مشکلات دفاعی اشراف زاده‌ها سخن زد. حمایتگر چلسی اندرس کریستنسن تحت نظر دسته‌های زیاد اروپایی گردیده. طبق معلومات کالچو مرکاتو الکای باواریا، اتلتیکو و میلان از طلبگاران این دانیگی میباشند. شرطنامه کره کریستنسن باشد تابستان امسال مهلت انجام داشته. نفری دانیوی تا حال نیت تمدید کنی شرطنامه فعلی را ندارد. چلسی باشد تا حال در جستجوی حمایتگر سمت چپ است و این نوبت به لیون کورزاوا از PSG چشم دوخته است، میگوید RMC سپورت. دانیوی دیگر کریستین اریکسن باشد تحت توجه باشگاه انگلیسی قرار گرفته است و خود دانیوی آسیب قلب داشته هم زید نیست که به لیگ پیشین خیش برگردد. همزمان ساوثگمپتون با چلسی در مورد گزارش ارماندا برا توجه داشته. اطلاع می‌دهد گاردین فوروارد آلبانی 5 گل در موسم زده است. در پس منظر کارهای پرثمر ترانسفری همچنین طلبات‌های نوین پولی ماه سالا معلوم شدند که البته لیورپول را به ترس آورده است. نفری مصری 400,000 پوند هر هفته 480,000 یورو گرفتن می‌خواهد. اطلاع می‌دهد میرر. این طلبات پولی 2 مرتبه بیشتر از معاش کاری فعلی صلاح بوده. حمله‌وری مصری البته که در آینده چون نفر صادق لیورپولی ها یگان تنگه هم کم گرفتنی نیست. ارسنال لندن باشد هفته جاری دیگر باره کوشش به خرج می‌دهد که با آرتور از یوونتوس به علاقه برآید، نوشته است ژورنالیست رومئو اگرستی. اما جانب تورینو نیز در صورت نیافتن عوض کننده احتمالی برای نفر برزیلی خود هیچ علاجی برای حل کار ارسنال نخواهند یافت. نوبت پایی نهایت هنگام موفر باشد اصلا نسبت کالوین فیلیپس 26 ساله است و اینجا باشد باواریا، PSG، ریال و لیورپول دست به کار میشوند. اگر به معلومات ال ناسیونال نظر افکنیم لیدز با احتمالات زیاد بازیگر پرمنفعت خیش را خواهد فروخت. همزمان بارسلونا در فکر امضا کنی شرطنامه با حمله‌ور لیورپول رابرتو فرمینو بوده. از روی معلومات ال ناسیونال باشگاه انگلیسی آماده است که برزیلی خود را بر عوض 20 میلیون یورو فروشد. عثمان دمبله باشد از تمدید کنی شرطنامه با بارسا دست کشیده است. طلبات بازیگر فرانسوی چگونه پیشتر هم گفتیم برای کاتالونیا نسبت معاش ناعملی شونده بوده. دمبله از برای همین به سمت دیگر می رود. با وجود نیسمان در ماه ینور بر عوض پول از دست نمی رود و تنها در تابستان به پول بارسا را ترک می کند. اخیراً باشگاه بدون پیشنهاد ماند. همچنین چطور آیاس می نویسد خاوی از چنین قرار دمبله ناراحتی خود را به طور روشن گفته و بر آن است که اطراف کار دمبله خود را فریب خورده می حسابد. همزمان منفیس دپای در بارسلونا می ماند و مارکا خبر می دهد که در باشگاه نسبت او باوری زیاد دارند. نوید روشنی ترانسفری در هفته قبل این اعلان کنی آیاکس در خصوص ترانسفری نیمه‌نهایی برزیلی دیوید نیرس به شختیار دونتسک است. چگونه که در اظهارات رسمی دستاوی گفته می شود شرطنامه برزیلی با آیاکس تا سنه 30 یونی سال 2023 مهلت داشته. از برای این گزارش آیاکس مبلغی قریب 12 میلیون یورو خواهد گرفت. وابسته به سطح برآمدی نیرس در صف کوکانها این مبلغ می تواند تا به 16 میلیون یورو زیاد بگردد. به صف آیاکس باشد دیوید نیرس زمستان سال 2017 کوچیده در مسیر 5 سالی بود و باش در تیم آمستردامی در 180 بازی‌ها 47 گل هم زده است. این نفر همچنین یکی از بازیگران کلیدی دسته در موسم سالهای 2018-2019 به حساب می رفت، زمانی که آیاکس تا به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمان‌ها رسیده بود. غیر از این دیوید نیرس فوتبال بازی منتخب برزیلیا بوده، 7 بازی در این تیم داشته و برنده کوپا امریکا 2019 هم شده است. پیشتر باشد گفته می شود که ارزش دیوید نیرس 50 میلیون یورو را بالا شده بود، اما وابسته به آنکه فرصت‌های اخیر این نفر از هیئت اساسی عقب مانده بود کار رنگی دیگر گرفت. ارزش فعلی فوتبال بازی 24 ساله را سامانه ترانسمارکت 22 میلیون یورو بها گذاری کرده. نخستین پیشنهاد شختیار و آیاکس نسبت نیرس تا به 15 میلیون یورو هم رد کرده بود، ولی چطوری می‌بینیم اخیراً برزیلی نوبتی شرف کوکان‌ها را حمایت می‌کند. اندری شفچنکو باشد از تیم جنوا بیرون کرده شد و در مدت کوتاه میتواند کاری نو بیابد.
هرچند که کار شیفچنکو با منتخب اوکراین در مسیر 5 سال به خوبی پیش میرفت، ولی در نخستین مسند کاری باشگاهیش شیوا ناموفق کار را شروع کرد. اندری شیفچنکو دسته را قبول نمود که تیر ماه سال 2021 مالکش عوض شده بود و این تیم هم با هیئت مدافع کننده بود، در حالی که شیوا زیر اسلوب 4-3-3 بازی‌هایش را به راه می‌ماند. خلاص که پس از شیفچنکو هم کار آمد نگرفت و باشگاه در باطلاق ناکامی مانده بود. یک پیروزی در 12 بازی‌ها تا آمدن اندری بود. رفتن به چنین وظیفه البته بدون تجربه باشگاهی خطرآور بود، اما برای شیفچنکو شرطنامه دراز مدت تا سال 2024 پرداخت جبران پولی 20 میلیون یورو و ترانسفرها وعده کردند، اما کلی چیز برهم خورد، زیرا راهبریت یک چیز را به نظر نگرفت. این همان است که شیوا با وجود آن نفری نیست که در حالت بحرانی وضع را به کلگی تغییر دهد. شیوا با همین جناح را به سلسله انتی‌رکوردها رساند و یکی از نشاندادهای انتی‌رکوردی این بدون پیروزی ماندن در 6 بازی نخست می باشد. اما نوابسته از این، منتخب لهستان می تواند اندری شیفچنکو را سرمربی دسته فوتبالی خود در پیشروی بازی‌های انتخابی جام جهانی قطری تعیین کند. دوستان عزیز، این بود فرجام برنامه ترانسفر در عمل. بهر دسترسی تیزتر و فراتر مطلب‌های ترانسفری ما را پیگیر باشید. خیر، تنسیت بمانید.